درود به هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ که هستین حالتون خوب باشه و تنتون سلامت. من جواد هستم. قراره با هم دیگه محله‌های زیبا و جذاب تهران و ایران رو با هم دیگه قدم بزنیم و پیاده روی خوبی با هم دیگه داشته باشیم. امروز اومدم بازار بزرگ تهران، خیابان 15 خرداد، با هم دیگه بازار رو بگردیم و ببینیم تو این وضعیت اقتصادی وضعیت بازار به چه شکله. با من همراه باشین که در کنار هم دیگه یه پیاده روی خوبی رو تجربه کنیم. خب این ماشینای برقی که میبینین برای جابجایی مسافرها داخل بازاره. اینم صفشه، بذاریم بهتون نشون بدم. صفش به این شکله. اینجا تهیه میکنید بلیتشو، همین داخل صف با میستین و تا ماشین خالی بیاد مسافرها رو پر کنه و حرکت کنه بره به سمت مقصد مورد نظر. البته بیشتر نفراتی از این ماشین استفاده میکنن که مقصد خاصی مورد نظرشونه و میخوان مثلا یه جای به خصوصی تو بازار برن، از این ماشین استفاده میکنن که سریعتر به اون مقصدشون برسن. ولی نظر شخصی من، سلیقه شخصی من این نیست. من خودم میگم که آدم باید تو دل بازار قدم بزنه، از بساطی‌ها، از مغازه‌های مختلف، از شروع حال بازار لذت ببره. نظر شخصی من اینه. به نظر من اگه کسی میاد بازار و اگه اولین بارش هم مثلا اومده بازار رو ببینه و جای خاصی کاری نداره، بهتره که پیاده روی کنه و از محیط بازار لذت ببره. به نظر من اینطوری خیلی بهتره، مگر اینکه عجله داشته باشین و یه جای خاصی بخواین برین و کار داشته باشین. اینجا هم اول خیابون 15 خرداده. این بازار هم که میبینین خیلی شلوغه، مردم همه اومدن برای خرید و فراهم کردن مایحتاج زندگیشون و این چیزا دیگه. چه علی مرادی کجا میشه؟ بازارگی. اینم بازار بزرگ دلگشاه. مرکز خرید لباسه، بیشتر توش لباسای زنونه و اینا میفروشن. بیشتر بازار زنونه هست دیگه، یعنی مرد کمتر میره داخل این بازار، مگه اینکه با همسرش اومده باشه برای خرید لباس زنونه و اینا دیگه. آره خب بریم جلوتر ببینیم چه خبره. امروز خیلی مأمور من میبینم اینجا. من قبلا اومده بودم به این شکل نبود، اینطوری نبود. الان امروز خیلی مأمور میبینم، مثل اینکه درگیری هم شده اینجا. پلیس اومده و انضباط شهری. من یکم دیر رسیدم. آره مثل اینکه اینجا دعوا شده، پلیس اومده. انقدر شلوغه نمیشه قدم زد، واقعا خیلی شلوغه بازار. امروز هم که من دارم با شما صحبت میکنم تاریخ 3/6/1405 و قیمت دلار امروز اگر اشتباه نکنم رو 204,000 تومنه. الان 22,800. واقعا نمیدونم این قیمت ها میخواد تا کجا بره، خدا میدونه واقعا، چون خیلی مردم ایران تحت فشارن سر این قیمت ها، چون قیمت دلار واقعا تاثیر مستقیم رو معیشت مردم داره. خدا واقعا رحم کنه با این قیمت ها.
معلوم نیست چی قراره بشه، چه آینده سختی در انتظارمونه. واقعا خدا به خیر بگذرونه. خیلی شلوغه امروز، اصلا نمیتونم قدم بزنم. فکر کنم اگه اشتباه نکنم امروز طرح جمع‌آوری بساطی‌ها باشه، دست فروش‌ها. چون قبلا من میومدم اینجا پر دست فروش بود، یعنی این محیط که الان داریم میبینین کلا دو طرفش دست فروش بود. ولی انگار که امروز طرح جمع‌آوری زدن و دارن جمع میکنن. انضباط شهری شهرداری و همکاری نیرو انتظامی. فکر کنم دعوایی هم که دیدیم سر همین بوده. دارن جمع جور میکنن که این خیابونا یکم خلوت بشه. حالا کار درست یا غلط بودنش نمیدونم، قضاوت رو میذارم به عهده خودتون. ولی خب مثل این که امروز همچین طرحی هست دارن اجرا میکنن. این آقا رو من چند باری دیدم تو بازار، بذارید بهتون نشون بدم. کلاهاش رو روی دوچرخه قشنگ میچینه، به این شکل میفروشه، یعنی قدم میزنه یا بعضی وقتا سوار دوچرخش میشه، بازار رو سر تم میکنه و بتونه این کلاهاشو بفروشه. خیلی باحاله، گفتم بهتون نشون بدم شما از دیدنش لذت ببرین. دمش گرم. آره دیگه، واقعا همین الان دیگه مطمئن شدم که طرح جمع‌آوری دستفروش‌ها رو زدن و دستفروش‌ها رو جمع کردن. مثل اینکه اصلا من یه دونه هم نمیبینم، یعنی اینجا رسیدم متوجه شدم، چون اینجا همیشه پر بود. یعنی اینجا قشنگ مرکز بساط کردن دستفروش‌ها بود و همیشه بساطاشون رو اینجا پهن می‌کردن. مثل اینکه دیگه کلاً خبری نیست ازشون امروز. ویتامینه رو ببینید، خیلی شلوغه، جلوش صف کشیدن، نشستن دارن اینجا بستنی و هویج و شیرموز و اینا میخورن. واقعا تو این فصل گرما میطلبه. معلومه ویتامینه ای که قدیمی و خیلی هم کارش درسته، چون مشتریاش خیلی زیادن. اینجا ساندویچیه، کباب و اینا مردم میده. کم نگاه کنید لذت ببرید. بغلش هم آبگاه فروشیه. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. بالا جادا کنک، جلوتر که این موزیکی که گذاشتن کپی رایت نخوریم. این راسته خیلی باحالیه، خیلی جذابه. مسقفه، سقف داره و خنک‌تره نسبت به بقیه جای بازار. اون مرکه بودیم آفتاب میزد، واقعا گرم بود، ولی اینجا خیلی خنک‌تره. معماری زیبای ورودی این راسته رو ببینید، معماری قدیمی. خب اومدم توی راسته خلوت‌تر که بتونم بهتر براتون ویدیو بگیرم. اونجا واقعا انقدر شلوغ بود اصلا نمیشد. اینجا فکر کنم تو این راسته بیشتر تو کار لباس و پارچه و اینا هم. میکنین دقت کنین این مغازه پارچه و لباس هم بیشترشون.
بازم دوباره یه معماری خیلی زیبا. ببینید واقعا جذابه. معماری سنتی واقعا منو که به وجد میاره، خیلی لذت میبرم. شما رو نمیدونم ولی من واقعا وقتی یه معماری سنتی میبینم جایی دوست دارم بشینم و تماشاش کنم. واقعا برام لذت بخشه. قیمت ها رو مثلا رو این رگالی قیمت زده، میتونم بهتون نشون بدم. مثلا شلوارا رو، این شلواراشه قیمت گذاشته مثلا 548 398. سمت چپی ها که مانتوه 548، شلوارا 398 تومن. البته اینا جنسای حراجیشه، اینا چیزایی که گذاشتن بیرون، رگالایی که بیرون مغازه میبینید اکثرا حراجی ها هن. این جنسایی هن که مثلا تک سایز مونده، آف خورده، حراج گذاشتن به قیمت حراجی اینجوری میذارنشون بیرون. متاسفانه اینا قیمت نداره بهتون نشون بدم. یه دونه فقط قیمت گذاشته بود، فکر کنم همون حراجی بود، چون قیمت جنسای اصلشون رو باید بری بپرسی. حراجی ها رو قیمت میذارن بیرون که هر کی دلش خواست بیاد بخره. این راسته هم راسته طلا فروش ها، یعنی همه مغازه‌اش طلا فروشی هست. میتونید ببینید با این قیمت طلا باید همینجوری خلوت باشن مغازه‌های طلا فروشی. واقعا طلای 22800 خیلی دور از دسترسه با این وضعیت اقتصادی مردم. واقعا دیدین که راسته‌های دیگه چقدر شلوغ بود ولی اینجا خبری نیست، خیلی خلوته. صحبت‌های مردم هم که من میشنوم دارن حساب کتاب میکنن ببینن چجوری میتونن یه مقداری طلا تهیه کنن. واقعا خیلی سخت شده خرید طلا، مخصوصا برای اونایی که میخوان ازدواج کنن و اینا، چون بعد برای کادو و اینا مثل اینکه طلا و اینا تهیه کنن. فکر کنم برای اونا خیلی سخته. نمیدونم چجوری تو این وضعیت ازدواج میکنن، واقعا نمیدونم. خیلی سخت شده دیگه وضعیت اقتصادی مملکت. وقتی جالب نباشه همه چی سخت میشه. اینجا هم تقاطع خیابون ناصر خسرو با خیابون 15 خرداد. تقریبا میشه بگیم مرکز بازاره. خیابون بالایی ناصر خسروه، میره به سمت توپخونه و این برم که میره به سمت چهارراه سیروس. این شکل اینجوری زیاد میبینید، مثلا کلمن و آب یخ اینجوری بساط میکنن میفروشن برای اینکه تو این گرما مردم خیلی زود تشنشون میشه. واقعا ایده اقتصادی خیلی خوبیه. میان اینجا و با یه کلمن و چند تا آب معدنی کاسبی خودشون رو راه میندازن. خب این جوون رو میبینیم که اینجا نشسته
داره ساز میزنه. خیلی صدای سازش گوش‌نواز و دلنشینه. من صحبت نمی کنم، چند ثانیه ای از صدای دلنشین این ساز لذت ببریم. تو این قسمت بازار خیلی از این بساطی‌های کباب لقمه و ساندویچ‌های خونگی بود. خواستم اونا رو هم بهتون نشون بدم، ولی مثل این که به خاطر قرار جمع‌آوری اینا هم امروز نیستن و خیلی حیف شد نتونستم نشونتون بدم اینا رو. سعی می‌کنم تو دفعات بعد که اومدم حتما این قسمت هم بهتون نشون بدم. خب خیلی ممنون از این که با ما همراه بودین، ممنون از نگاه‌های زیباتون. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و ما رو حمایت کنین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار. یا